13 اپریل سال 2024 تخمینا ساعت 19:10 راننده автомاشین تمغه مرسدس بنز حسن زاده هدیت الله سال تولدش 2001 ساکن نویه جومی هنگام حرکت در روی ماشینگرد از سمت دیهه نواباد به سمت جماعت دیهات افتخار امین نویه از عهده دوره واسطه نقلیات نبر آمده پیاده کرد نابالغ امام سعید بیگ سال تولدش 2012 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ اماموف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 12 اپریل سال 2024 تخمینا ساعت 19:00 راننده автомاشین تمغه اوپل استرا قهورزاده نظام سال تولدش 1994 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجانچنوق در حدود شهر استرافشان قاعده های حرکت را رعایت نکرده به درخت کنار رو برخورده است. در نتیجه مسافر автомاشین مذکور میرزازاده موصل غیرت سال تولدش 2001 ساکن نویه دیوشتیج جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه تحقیقاتی ادامه دارد. در نتیجه گزاردن چوربینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 31 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان برشونده 25 ایولی سال 2023 در شبکه اجتماعی اینترنتی تلگرام صحیفه با نام مستعاره راول تأسیس داده است. سپس به واسطه شبکه مذکور با روی فریب به باوری مرد 29 ساله ساکن پایتخت در اومده با وعده به دست آوردن مبلغ از او طریق الکترونی $6,000 امریکایی گرفته مبلغ را به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال آنها را برنگردانیده است. نامبرده با این کردارش به جبر دیده ضرر کلان مادی رسانیده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات در این سمت ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ایسار عریضه مرد 43 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 28 فوریه سال 2024 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا $800 امریکایی، 20,000 روبل روسی و جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانه شده 40,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که این جنایت را مردان 26 و 29 ساله ساکنان همین شهر صادر نمودند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.